سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز مردم تاجیکستان جشن نوروز را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل دارد. نوروز از جشن‌های قدیمی و باستانی مردمی آریایی است. اما در تاجیکستان یغنابیان یا تاجیکانی هستند که در یک منطقه دوردست کوهستانی تاجیک از تهاجم چنگیزخان و اسکندر مقدونی فرهنگ و زبان اجداد تاجیکان سغدیان قدیم را تا امروز حفظ کردند. به اندیشه محققان زبان یغنابی از زبان سغدی بازمانده که یکی از قدیمترین زبانهای دنیا به شمار می رود. تجلیل نوروز در این منطقه تاجیکستان ویژگی‌های خود را دارد. اما سوال مطرح این است که کدام ویژگی‌ها؟ برای صحبت در مورد نوروز و یغناب سیفالدین میرزازاده یغنابشناس و مدیر شعبه زبانشناسی پژوهشگاه زبان و ادبیات شرقشناسی و میراث خطی به نام عبدالله رودکی اکادمی علوم‌های تاجیکستان را دعوت کردیم. جناب میرزازاده خوش آمدید به صحبت. سلامت باشید. نو سال مبارک باد. شما فهم مبارک باد. سلامت باشید. نخست سوال من این است جناب میرزازاده که پیوستگی نوروز با یغناب یا با سغدیان قدیم در چی هست؟ یعنی شما این پیوستگی رو در چی میبینید؟ واقعا باستانی یا قدیمی بودن این دو واژه نوروز و سوغد یکی از سبب‌های پیوستگی است یا چیزی از این بیشتر؟ پیوستگی نوروز با یغناب یعنی این یک چیزی تاریخی دارد و از همون دوره پیش از دوره سعودی ها و حتی گفتن ممکن است که پیش از سعودیان این جشن وجود داشت و زمینه بسیار مستحکمی تاریخی دارد. اگر زمینه مستحکمی تاریخی و باستانی نمی داشت این جشن کیها از بین میرفت. پس جناب میرزازاده نوروز در گذشته در یغناب کی و چگونه جشن گرفته میشد؟ در گذشته چنانه که قبلا یادآور شدیم همون سنت هایی که در زمان سعودی ها بود با همون شکل و مضمونشان جشن گرفته میشد و چون مردم یغناب در اون زمان سرجم بودن با یک شکوه و شهامتی بسیار خاصه جشن گرفته میشد و این البته شما در نظر دارید پیش از زمان شوروی رو. بله. چون وقتی که یغناب مثلا از دستی همون دشمنان فرار کردن و اونجا رو وطن دائمی خود اختیار کردن، البته همون سنت ها رو نیز به جا می آوردن. اینو برای این در اول چون سعودی ها که یک مردمی بسیار قدیمه و زبان آنها یک زبانی بین المللی تجارت در شاهراه ابریشم به حساب میرفت، بنابراین آنها همین جشن های مخصوصا جشن نوروز رو به طور خاصه پیشواز میگرفتند. اینها یک شعری است میگن همین سعودی ها سعودیت ای رسم است کت پرکت ویک لکساش نو سال مبارک باش. یعنی سعودی ها یک عادت دارن، یعنی سنت دارن، خانه به خانه گشته یعنی همون خیشان رو تبریک میکنن. اما نوروز خب ویژگی مهمی که نوروز فرا میرسد در مردم یغناب این ویژگی چی هست؟ این یکی از ویژگی های نوروز که فرا میرسد این پیش از همه این هم یعنی پیش از نوروز اول خانه همون لباس های خانه یعنی
انجم‌های خانه رو میبرن به بیرون، آنها رو تازه میکنن، یعنی یا میشوین یا اونها رو میافشونن. یعنی همون آیین خانه تکانی. خانه تکانی. بعد اونجا که در یغناب که یک کوهستانی دوردست است، پیشتر که مثلا گچ نبود، اونجا مخصوص یک خاک‌های هر خیل است. هر کس با خواهش خود از همون خاک‌ها جای مخصوص دارد، از همون خاک‌های مخصوص میبرن و خانه‌ها رو حتما خانه‌ها رو یعنی لاویدن میگن، اندازه کردن، یعنی لازم میگیم سفید کردن. یعنی خانه‌ها رو سفید میکنن، اونجایی که مثلا دود گرفته از چیز مثلا همه یعنی اون خانه‌ها رو سفید میکنن، یعنی پاک میکنن. این یکی از نشانه‌های جشنگیری نوروز است که باید اون تمامی اون افلاسی هایی که مثلا این سال جمع شده بود پیش از نوروز، آنها رو چیکار کردن؟ یعنی پاک کردن. یعنی حتی باید باطن خود هم انسان نیز باید پاک شد. همون که گفته شد نوروز در زمانهای قدیم در یغناب زمین با شکوه شهامت تجلیل میشد. اما در دوران اتحاد شوروی تجلیل نوروز یا جشن نوروز در یغناب چگونه صورت میگیرد؟ در زمان شوروی هم که مردم در خود یغناب سرجم بودن، حالا مهاجر نکرده بودن مردم یغناب رو، یعنی چون سرجم زندگی میکردن، اما سنت های سعودیان رو یعنی اجدادان خود رو ادامه میدادن. یکی رو میگفتن این چیزی یعنی به حساب چارواداری است، دیگرش رو میگفتن که به حساب کشاورزی است، دهقانی. یعنی یکیش یعنی اونجا چون یغناب دره های از دو دره عبارت است، یکی رو دره مثلا آفتاب رو میگویند، دیگرش رو سایه رو. اما جایهای آفتاب رو جشن نوروز رو 12 مارس پیش‌روز میگرفتن، سایه رو پس از یک هفته یعنی 18 مارس پیش‌روز میگرفتن، یعنی دو مرتبه. و پس از این چون کوهستان جای سیر برف است، بعد کشت کردن نمی شود، یعنی برای این آماده می شدن برای کشت، یعنی جو اون زمین هایی که برف خاک می زدن، خاکستر می زدن که زودتر اون کشتگاه ها آماده شود. اما گفتید که با وجود مثلا زمان شوروی که نوروز در جشنگیری نوروز البته ممنوع بود، اما مردم یغناب واقعا این جشن رو با همون رسم و رسوم و آیین و عنعنه‌های اجدادی یعنی سعودیان قدیم جشن می‌گرفتند. این به آن معنی بود که یعنی یک منطقه دست‌نورس بود و شاید تا اندازه از چی میگن از مرکز دور بود، به همین خاطر یا چی؟ نه البته پس از همون مهاجر کردن هم که سالهای 1969 1970 مردم یغناب رو به ناحیه ظفرآباد مهاجر کردن، در اول همین چیزها رعایت میشد. خب در ظفرآباد، در ناحیه ظفرآباد، چون که در یغناب دیگر کسی نموند، همه رو بردن به ناحیه ظفرآباد. بعضی اومدن به ورزاب و دوشنبه هر کجایی که خیش، یعنی بعضی ها که به مهاجرت چیز نکردن در ناحیه ظفرآباد، مثلا اون ناحیه های ورزاب که پر دهه هایشون یغنابی هستن، همین رسم و رسوم اجرا میشد. و در آخر من یک شعر تبریکاتی سال نوی رو با زبان یغنابی برای مردم تبریک میکنم. نو سال مبارک باد، نو سال مبارک باد، چون چه پرتاب چونگک باد، جیور تفر سینچاوک کماکیش مامایک، چی پولاتی نپیرخسان اختی گوشتار
منقاره. صحبت بود با سیفالدین میرزازاده، یک ناپشناس و مدیر شعبه زبانشناسی پژوهشگاه زبان و ادبیات و میراث خطی اکادمی علم‌های تاجیکستان در موضوع نوروز و یغما. تا صحبت‌های بعدی، خدا نگهدار.